یک قصه بگیم برای مردمی امریکا برای مردمی اروس خیلی امریکا از یک روز دا میبرن هر دوش جانشون به پربور میره هر دوش دوزخ میبرن مالک دوزخ میگه که شما رو گناهاتون بسیار کراچی هر دوتون دوزخ میرین من اینجا دوزخی امریکانس که هستم من اینجا دوزخی اروسی کدام میشه که ویبرات کنیم سستیانی انم خیلی امریکانس کی بدروی اگر هر سره یا ستیل گوه مخیره قفای کار برد میشی اروسی بدروی اگر دو ستیل گوه مخیره قفای کار برد میشی چه میکنیم سر میکنیم کارو کدامش میریم امریکانس که کدامش میریم اما امریکا میرم میدرورن اروس تو کجا میری سعی همون پیش هموطنای خودم میرم همون پیش اروسا میرم سهر روز میشه میبره امریکا چی خیلی سازی چی رو یه ستیل گوه آوردن زدیم اقفای کار بود اروس تو چی منم دو ستیل آوردم با یه هفته مگذار بوم میروین اروسی نمیخواد تازه که خوشروک همه نرمانی امریکانز میروی سر رو پری گوه مگه ها بیروده چی گفت شده این روز تیخ تازی خیلی مگه همی زکانی اروسا رو بدن ده تا ستیل نیسته تا گوه نمیاره سلام برادرای غریبی من لحظه آمده که با انتظار کشیده که ما شما رو خرسان بگردونیم در یک خشلاق در یک اویله یک کودک به دنیا میبیه کودک به دنیا میبیه کودک 6 ماه میشه کودک گپ زنیده میدوریه وقتی کودک بابی میگه در همون خاندان بابی همون خاندان میبره دیگه همه میترسه که کی میگفته باشه نامی چیه میگیسته باشه روزه میشه کودک ماما میگه ماما تلپس میگه تا میبره اوه بابی مرد ماما مرد پدر و مادر مونده دیگه پدر انا میخواد ای ترسی جون ای خدا پدر نگه ای خدا پدر نگه شرمنده میشه میمره می کودک ای کجا به دنیا اومد شیطان ای کجا به دنیا اومد بین حولید اویله که میره میوه خدا جان که جان ما دست بگی همه کودک زبانش مخال که پدر نگه یا که کودک اوتا میگه این مرده که دوری جاگرد میپرته زنک بدوی جی بیا چه کودک اوتا گفت تمام بیا خیر خیز کنیم اگر در زندگی یکان کمبودی دیده باشه بخشی زلک جان خیلی میمونم تا خاکی پاد میشم ببخش ما گفته تو چی داری جاگرد درست کشیده خوی خیز دف شوی چیز ده خوی او گفته که کودک اوتا گفت من میمونم گفته تو نمیمونی اوجا مرده که همسایه مرد